بچه ها من یه خورده سرم درد میکنه خب اگه میشه یه خورده آروم‌تر صحبت چی بلندتر بگو خانم من یکم ناراحت دارم چرا ناراحتی؟ شما سرت دارم میتونم زنگ بزنم به دکتر عزیزم نه خوب میشم مرسی خانم میگم سرتون بهتر شد نه چی میخوای درتون بیارم هیچ مرسی بچه ها زنگ تفریه نمیخواید برید بیرون؟ نه خانم چون که شما سرتون درد خانم بفرمایید خوراکی مرسی عزیزم نمیخوام خودت نه نه بخور نه مرسی من فهمیدم چیو؟ نه خانم صافی جانم من میخوام برم بیرون نمیخوام بریم چرا؟ میخوام برم بیرون سرم عزیزم دل به من است آبغن واسه تو برم بیارم آبغن مطمئنی حالیتون خوبه؟ الان واقعا خوب شد وقتی این همه مهر شما رو میبینم اگه میشه حالم بد بشه بیایم من شما رو خیلی دوست دارم. همینم خوراکی من برای شما